سلام بچه ها، من ایمان هستم. خوش اومدید به پیج خودتون، یعنی پیج ایمان و حسین. اومدم امروز آموزش های ماینکرافتی بذارم از یه چند تا چیزای خفن و مطمئنم بعضیاتون دنبالش میگردید. بریم سراغ اینا. یکی از اینا که دنبالش میگردید این دکمه است که وقتی میزنید روی چیز تو کریتیو بهتون بده. شده مثلا اینجا رو خراب دستتون بخور خراب کنید، یه ساعت برید دنبالش بگردید. یه اینو میزنید و خیلی راحت میذاریدش. بچه این دکمه برای همون کاره. این اگه خاموش کنید دیگه نمیتونید بلاکو بردارید و اگه اینو روشن بذارید خیلی راحت میشه. اینم وقتی خاموش باشه دیگه نمیتونید شما مثلا وقتی میخوام بزنم انا کنید خاموش بود، نمیتونستم صفحه‌مو تغییر بدم، نمیتونستم سوم شخص کنم، ولی وقتی گذاشتم خیلی راحت میتونم. بعد یکی دیگه این دکمه هستش که این دکمه اگه خاموش باشه این میاد سمت راست و اگر روشن باشه میره سمت چپ. و اگرم میخواید وقتی دارید راه میرید دستتون تکون نخوره و اگر میخواید دستتون وقتی راه میرید تکون نخوره این گزینه رو خاموش کنید، ولی اگه میخواید دستتون موقع راه رفتن تکون بخوره این رو روشن بذارید. یعنی من خاموش میذارم، دستم دیگه تکون نمیخوره، ولی اسکرینم خیلی راحت تکون میخوره. و اگر میخواید این چالش های ماینکرافتی رو با دوستان برم لطفا این ویدیو رو هم لایک کنید و هم کامنت بذارید ببینم چیکار میکنید. تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ.